الهی تو برکت این ماه مبارک رمضان، ماه پاک، هر چه زودتر ما را به طرف صلح و سعادت و خوشبختی مردم افغانستان برسان و کشتی شکسته که در این دریای پرتلاطم از عذابها و رنجها و دردها و مصیبتها و آلام مردم افغانستان در تو بالای این امواج می دود، ما را کمک برسان که به ساحل مقصود، به ساحل نجات و به ساحل صلح و آرامش برسیم. از صمیم قلب برای شما مردم شجاع و دلیر، آبرومندی، عزتمندی، سرخرویی، دلیری و شهامت همیشگی را از دربار خداوند عزت متعال خواهان هستم. تشکر از توجهتان.